میکنید؟ چرا ماجراجویی میکنید؟ آقا حقمون رو میخوان بگیریم. خب کوتاه بیایید ما پرونده هسته رو بذاریم کنار، ما انرژی هسته‌ای میخوایم چه کار کنیم؟ به قولی اصحاب تسلیم. اما در تلقی خود اینها توی متون پردازی استراتژیکشون این آمده که طرف بطری مشروب الکلیش رو از پنجره میندازه بیرون از شیشه ماشین که به طرف روبرو پیام بده که من اصلا مستم، بعد چه چراغ بزنی بوق بزنی من کنار نمیرم. بعد دیگه توی تاریکی عینک میزنه، یعنی اصلا من نمیخوام جلومو ببینم، همینجوری میخوام مستقیم بیام. جوری که حریف ببینه فرمون ماشینشو در میانه پرت میکنه بیرون. یعنی اصلا ماشین من دیگه فرمون نداره که حتی من اگه بترسمم بخوام به یک سمتی معطوفش کنم از جلوی تو کنار برم. این اتفاق در ساختار پرونده اتمی ما افتاد، یعنی نظام به گونه‌ای جلو رفت که همین چیکن استراتژی رو به گونه‌ای دیگه رئیس جمهور اومد گفت این حرکتی که داره صورت میگیره این قطاره نه ترمز داره نه در واقع فرمون، هیچ چیز دیگه نداره. قائم به همین نکته بود. البته اونا اومدن گفتن آی این قطاری که هیچ ترمز نداره خطرناکه، شما امروز بدون ترمز داره تکنولوژی اتمی تولید میکنید، خب این بدون ترمز هم فردا میکوبیدش تو سر دیگران میشه بمب اتمی. اینا جعب‌سازیه، اینها حرفای ما نیست. این ادبیاتی که توی کتب طرز استراتژیک خودشون اومده. میگن توی چیکن استراتژی طرفی که خیلی به خودش اطمینان داره فرمونم در میاره میندازه بیرون، ترمزم قطع میکنه، میگه آقا ماشین من نه ترمز داره نه فرمون داره، من نه میتونم بپیچم به یه طرف نه میتونم ترمز کنم، تو تکلیفتو روشن کن از جلوی من کنار برو. لذا این حرفای کلاسیک خودشونه. اما خب این اعتماد به نفس کشور ما به حمدالله در نظام، در مردم، در مسئولین بود و نتایجش اینی بود که دیدید. عرض کردم آزادگی هزینه داره، بی هزینه نمیشه. یه نکته دیگر هم یادآوری کردم، اونم این بود که توی 45 سال 3 تا دکترین دادن آمریکایی‌ها توی 45 سال جنگ سرد، از 1945 تا 1990 که شوروی پاشید 3 تا دکترین ارائه کردن تا شوروی پاشید. متوسط هر 15 سال یه دکترین. اما طی 50 ماه 5 تا دکترین علیه ما ارائه کردن و همون موقع هم گفتیم که چه عرقی میریزن استراتژیستای آمریکایی که چه کنن بتونن ایران رو مهار کنن، محدود کنن. خب ما توی چند ماه اخیر منتظر بودیم ببینیم نوع بازی جدیدی که شروع میکنن چیه. برای ما قطعی بود که پرونده هسته‌ای دیگه هیچی نداره که اینها بخوان از قبل اون با نظام برخورد کنن. بله قطعنامه‌ای رفتن تصویب کردن، این قطعنامه هم هیچی توش در نمیاد، اصلا جای نگرانی نداره. 4 تا بهانه دارن علیه ما. تلاش برای دستگیری سلاح اتمی که توی این پرونده هسته‌ای بود، نقض حقوق بشر، مسئله سومشون بهانه حمایت از تروریسم، بس اینکه چرا شما از حزب الله لبنان و از حماس در فلسطین دفاع میکنید. مسئله چهارمش هم اینه که شما دموکراسی ندارید، فقدان دموکراسی. بهانه که حد یقف نداره، اولیش که دیدید به نتیجه نرسید. 3 تا بهانه بعدی نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و مفهومی به نام فقدان دموکراسی در ایران، هر 3 تاش شعاره. ما امروز با معیارهای دموکراسی از خود آمریکا دموکرات تریم. با معیارهای دموکراسی امروز در نقض حقوق بشر بدترین جامعه خود آمریکاست. و از نظر حمایت از تروریسم علنی دولتی اسرائیل رو آمریکا حمایت میکنه. این تروریستایی که توی اهواز بمبگذاری میکنن، توی سیستان و بلوچستان بمبگذاری میکنن، سر میبرن، توی جاهای دیگه جنایت میکنن، همه با آمریکایی‌ها هماهنگن. لذا اینها بهانه است. ما مسئله‌مون این بود ببینیم اینا چه طرح استراتژیک جدیدی رو دارن کار میکنن. این طرح استراتژیک سالهای گذشته آماده شده، زمینه سازی شده، براش هزینه شده، تلاش کردن، یارگیری کردن، بعداً علنی میشه. اینطوری نیست استراتژی رو امروز شروع کنن بعد همین امروز هم عملیاتیش کنن. هرگاه طرح استراتژیک رو اعلام میکنن سالها براش مقدمه چینی کردن، اینجا یارگیری کردن، کار رو انجام دادن. تقریباً برای ما قابل پیش بینی بود، منتهاش نه با ماهیت کلیش. روزی که قطعنامه 1-2 روز بعد از عید
که قطعنامه تصویب شد علیه ایران توی شورای امنیت سازمان ملل، نیکولاس برنز که معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکاست و در وزارت خارجه آمریکا مسئول پرونده ایرانه، یعنی در برخورد با ایران پرونده ایران رو همین نیکولاس برنز پیگیری میکنه، فراخوان شد به مجلس نمایندگان آمریکا. آمریکا دو تا مجلس داره، مجلس سنا داره، مجلس نمایندگان. همینطوری که تو مجلس خودمون کمیسیون مثلا کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون آموزش تحقیقات، کمیسیون فرهنگی، اونجا هم همینطوره. مجلس اونا هم کمیسیونه، کمیته خزانه داریشون اینو دعوت کرده بودن که آقا این قطعنامه که تصویب شد، بانک سپه رو که حساباش رو تو خارج مسدود میکنیم، برخورد میکنیم، نظام مالی ایران رو توی تعامل با نظام بین الملل دست و پاشو میبندیم، شما بیاید معین کنید این پروژه‌ای که تعریف کردید برای فروپاشی ایران، اصطلاحاًش میگن رژیم چنج، یعنی تغییر رژیم در ایران، تغییر حکومت، توی این رژیم چنج برنامه عملیاتیتون چیه؟ بالاخره ما به عنوان کمیته و کمیسیون خزانه‌داری و مالی در تعامل با وزارت خزانه‌داری آمریکا شریان‌های اقتصادی ایران رو تو دنیا داریم مهار می‌کنیم، می‌بندیم، ساختار فروپاشی ایران چطور رقم می‌خوره؟ آنچه که نیکولاس برنز در روز سوم عید اونجا که کنگره آمریکا اعلام کرد، استراتژی جدید آمریکایی هاست که سالها براش تو ایران کار کردن، توی خود غرب کار کردن، حالا زمان علنی کردن این استراتژی. سال 2007 میلادی سال این استراتژیه، یعنی ما دقیقاً تمام سال 1386 با این استراتژی دست به گریبانیم. ماهیت دکترین جدید آمریکایی ها که عرض کردن چند سال براش کار کردن و زمینه سازی شده، که شعار سال جمهوری اسلامی هم انسجام اسلامی و اتحاد ملی در واکنش به همین مسئله است. البته شعار سال ما روز عید مطرح شد، استراتژی آمریکایی ها 3 روز بعد اعلام شد. نشون میده که ما مسئله برامون قابل پیش بینی بوده، نوع شعار سالمون در مواجهه با این خطری بوده که تبریزی شده. آنفولانزای نیویورکی که از منشأ سازمان ملل نشر و توزیع این ویروس آنفولانزا در بدنه جامعه عمومی ما رقم خورده، طرحی است که واشنگتن برای فروپاشی همه جانبه ما در سال 1386 تعریف کرده، 2007 میلادی. 5 تا محور داره. این 5 تا محور چیزایی است که ما باهاش درگیریم. حفظ نظام، بقاء جامعه، این که مثل عراق نشویم. 2 هفته گذشته شنیدید که 5 میلیون کودک عراقی پدرانشون رو توی این حملات تروریستی از دست دادن و آواره کوچه و خیابون شدن. تا آذر سال گذشته 655,000 نفر تو عراق کشته شده. این حجم از کشته، مجروح، این که از مجموع 100% اساتید دانشگاهاشون 80% یا فرار کردن از عراق یا کشته شدن توی عراق، بی سر و صدا. عراق رو به مرحله نابودی کامل دارن میرسونن. مرحله آماده تجزیه، نفرت بین همدیگه اونجا داره جدی میشه. به زور اومدن میگن یه روز به ما گلایه میکردن، خورده میگرفتن، شما به زور میخواد همه رو ببرید بهشت، شما دینمدارها چه اصراری دارید که بشریت رو دستشو بگیرید به زور به سمت بهشت ببرید. حالا خودشون همه رو به زور میخوان ببرن جهنم، که باید بیاید به حقوق بشر مورد نظر ما، به لیبرال دموکراسی مورد نظر ما تن در بدید. به زور ملت و آقا راضی نبود، مردم عراقی خودش میخواست، بلند میشد صدام از بین میبرد. از شما کسی دعوت کرد، ریختن تو خاک این کشور، همه چیز نابود کردن که نفت اینجا رو ببرن. البته محاسباتشون غلط از آب در اومد. اما اونی که ماند و ضرر کرد مردم عراق بود. توی همین عراق، توی شهر کوفه، علی یه روزی رفت روی بالای منبر، توی نهج البلاغه، تو خطبه 27 نهج البلاغه هست و اونجا گفت که ذلیل و خوار نشود مردمی مگر این که توی خونه خودش با دشمنش بجنگه. چنین مردمی که اجازه میدن دشمن بیاد کشورشو بگیره، این بلا هم سرشون خواهد آمد.